خب بچه‌ها چطورید؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه. آره اینجا انمی نه قاسم تریاکی، ولی بالاخره یارمون زده بود و به خاطر که تگ یارم بگیرم مجبور بودم بزنمش. قبول دارم انمی نگیشه. اینم یار همونه. اینجا نتونستم با تایپ 19 بزنمش، رفتم اینجا HDR دستم بود، اونم دیدم با تایپ 19 نمیتونم بزنم، HDR رو کشیدم اینجا میس دادم. آره یکم نوبستگی بود، ولی اینجا حالا مثل این پروپلیرها خواستم یه اسلاید بزنم هدشو بیارم، نشد. گفتم گوخوری ها تو نیومده. اینجا یه دمیج خورد، یه دونه میس و این هم شاد. این یه دونه اسکواد که رفت لبی. اینجا من این اسکواده رو دیدم با اسنایپ اومدم دنبالشون با تایپ 19. یکیشون اصلا نمیدونم از اون اسکواده بود یا نه، نمیدونم من رفت لبی با تایپ 19 اینو زدم. اینم از یارم کیلوزی کردم. البته دمیجش من خودم خیلی داده بودم، ولی بالاخره یارم کیلوزی کردم. دوست دارم کیلوزی هم بالاخره کیل گرفتنه، کی میتونه حرف بیاره توش. یه داشتم آروم میزنم طرف یه دفعه صفحه نمیومد با یه دراپ شات، اینم خلاص کردم و تموم شد. تموم شد دیگه آقا. اومدیم بریم دیدیم کیل نیست، گفتیم اوکی پس بذار ویدیو رو تموم کنم. شما لایکتون نره، سابم کنین، فالو هم کنین. فالو که برای این استاس احتمالاً اکانت این استام زیر، برای شما لایک و سابا بزنین. کامنت هم دوست داشتین بذارین در مورد ویدیو، هر چی دوست دارین بذارین، عشق کنین اصلا. بس به من چه مثلا من کیم این وسط، کلا عشق کنین، کامنت هم یادتون نره و گود بای.